آقا تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری جایی که دیوار نیست رو چیکار باید بکنی که گلوی قطع نشه، کامل دور تا دور بچرخه. آقا با این روش میتونی یه چند تا میلگیر جوش بدی که اگه بخوای گلویت بالا سر در قطع نشه تا آخر برسونیش که دور بزنه، یه چند تا میلگیر به اندازه که میخوای گلویت رد بشه جوش میدی تو سقف به همین شکل. این بالا سر کموده دو طرفش گچ میکنی، رابیز میبندی و دو طرفش گچ میکنی. گچ مونم کلوفتش بنایی هسته اندازه 6.5 سانت شمشه. بهترین روشو راه حل برای همین که با جوشکاری این رد کنی و بالا سر راه رو هم میتونی همین کار کنی. این بالا سر راه رو همینجوری بود و گلوی مومی از قطع بشه. اینجا جوشکاری کردیم اون وصلش که بعدش خوش شد بیایم وصلش کنیم به گلوی طرف تکمیل بشه. بالا سر آشپزخونه همینجور. یه موقعی بالا سر آشپزخونه چیزی نیست که گلوی بخواد رد بشه، یه حالت باکسی ما اومدیم جوش دادیم اینجا به شکل هم گلویمون رد میشه هم آرکی برای آشپزخونه میشه. این بعدش میتونیم زیر آرک ابزار بزنیم، نفشاش ابزار بزنیم و این دو لامپی آشپزخونه‌مون هم تقریبا تموم کردیم. فقط مونده قالبا داخلش یه چفتی با این بچرخونیم، داخلی بچرخونیم و قالباش بریم بچینیم و هالوژنا زیرش بذاریم. بهترین کار برای رد شدن ابزار گلویتون همینه، با جوشکاری یه باکسی درست کنین گلویتون رد بشه. با فوم هم میتونه این کار انجام بدین، بعد اسکوپش کنین و گیچش کنین. بهترین راش جوشکاریه که دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد.